سلام، خوش اومدید به کانال فوتبال اکسترا تایم. ویدیوی امروز راجع به چند تا از بزرگترین رسوایی‌های تاریخ فوتباله. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و اگه محتوای فوتبالی دوست دارید کانال ما رو سابسکرایب کنید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیوی امروز. شماره 1، رسوایی کالچوپولی. رسوایی بزرگ فوتبال ایتالیا که تو سال 2006 برملا شد. تیم‌های یوونتوس، میلان، فیورنتینا، لاتزیو و رجینا توش دخیل بودن و با ارتباطی که با کمیته داوران داشتن، داور دلخواهشون رو برای بازی‌ها انتخاب می‌کردن. بعد از تحقیقات گسترده دادستانی فدراسیون فوتبال ایتالیا، جرایم سنگینی برای تیم‌ها در نظر گرفته شد. تیم یوونتوس قهرمانی سری آ ازش گرفته شد و به سری بی سقوط کرد. 9 امتیاز ازش کم شد و یک فصل از بازی‌های اروپایی هم محروم شد. از تیم میلان تو جدول همون فصل 30 امتیاز کم شد و فصل بعدی رو با 8 امتیاز منفی شروع کرد. فیورنتینا از لیگ قهرمانان و لاتزیو از جام یوفا محروم شدن و تو جدول همون فصل 30 امتیاز ازشون کم شد و فیورنتینا فصل بعدی رو با منفی 15 امتیاز و لاتزیو با منفی 3 امتیاز شروع کردن. تیم رجینا هم جریمه مالی شد و رئیسش پاسکوال فاتی 2.5 سال محروم شد. این پرونده علاوه بر محکومیت تیمی، مجازات‌های فردی زیادی هم داشت که مهمترینشون محرومیت مادام العمر لوچیانو موجی، مدیر وقت یوونتوس بود. شماره 2، رسوایی کریم بنزما و والبوئنا و کنار گذاشته شدن از تیم ملی فرانسه. ماجرا از اونجایی شروع میشه که والبوئنا گوشیش رو پیش کسی میبره تا فایل‌هاش رو به یک گوشی دیگه انتقال بده که اون شخص فیلم‌های خصوصی والبوئنا رو پیدا میکنه و ازش میخواد تا بهش باج بده تا فیلمش رو پخش نکنه. تماس‌های تهدیدآمیز زیاد میشه تا اینکه شخصی به اسم کریم زناتی وارد داستان میشه که والبوئنا رو تهدید به پخش فیلم میکنه که این شخص دوست دوران کودکی کریم بنزما بوده. بنزما که گفته میشد سعی در حل ماجرا داشته، اما مکالمه تلفنیش با دوستش ضبط شده بود که بهش گفته بود والبوئنا ما رو جدی نمیگیره و دوستش تو جواب میگه ما اینجاییم که مسئله رو حل کنیم، اگه پیشنهاد رو قبول نکنه خودش رو گیر بد کسایی انداخته. اما قاضی پرونده گفته بنزما با ترفند و دروغ سعی داشت والبوئنا رو راضی به پرداخت پول کنه. وقتی این اتفاق افتاد هر دوی این بازیکن‌ها تو تیم ملی فرانسه بودن و بعد از اون از یورو 2016 کنار گذاشته شدن. اما والبوئنا دیگه به تیم ملی دعوت نشد، ولی کریم بنزما دوباره به تیم ملی دعوت شد. شماره 3، تبانی تیم مارسی فرانسه. تیم مارسی که تو سال 1993 به فینال لیگ قهرمانان راه پیدا کرده بود، 6 روز قبل از فینال تو لیگ با تیم والنسین بازی داشت. برنارد تپی رئیس وقت مارسی و ژان پیر برنس یکی از مدیرای باشگاه با بازیکن‌های والنسین، جورج بروچاگا، کریستوف رابرت و گلاسمن صحبت کردند و بهشون پیشنهاد رشوه دادن تا بازی رو شل بگیرن تا بازیکن‌های مارسی برای بازی با میلان خسته و مصدوم نشن. بروچاگا و رابرت این پیشنهاد رو قبول کردن، اما گلاسمن قبول نکرد و کسی بود که بین دو نیمه بازی با والنسین این موضوع رو به مربی گفت و بعد از مسابقه پلیس وارد رختکن شد تا موضوع رو بررسی کنه. در نهایت قهرمانی مارسی تو لیگ ازشون گرفته شد و افراد دخیل تو ماجرا محروم شدن و تو سال 1995 گلاسمن جایزه بازی جوانمردانه رو از فیفا دریافت کرد. شماره 4، منچستر لیورپول 1915، یکی از قدیمی ترین تبانی‌های تاریخ فوتبال. تو بازی آخر لیگ انگلیس که منچستر در صورت باخت و مساوی سقوط می‌کرد، چند تا از بازیکن‌های منچستر و لیورپول دست به یکی کردن تا منچستر ببره تا چلسی به جای منچستر به دسته پایین‌تر سقوط کنه. در نهایت منچستر 2-0 برنده میشه و از سقوط فرار میکنه، اما با برملا شدن این توانی چند تا از بازیکن‌های هر دو تیم مادام العمر محروم میشن و چلسی هم تو لیگ برتر میمونه. این بود قسمت اول رسوایی‌های تاریخ فوتبال. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و حتما نظرتون رو برامون بنویسید و اگه محتوای فوتبالی دوست دارید کانال ما رو سابسکرایب کنید. ممنون که ما رو تماشا میکنید.